هموطنان عزیز سلام عرض میکنم به تلویزیون شبکه بده به در راه خدا نگاه میکنید. من اورنگ هستم. امروز پرشرایی داریم و احتیاج به کمکتون داریم که این تلویزیون استیشن استیبل باشه به قول آمریکایی‌ها. منظور من این که we need your help، نه هلپ معمولی و نی کش، یعنی we need cash. و به خاطر این برنامه چند تا آیدم داریم که کمک کنین اینا رو بخرین. این آیدم بسیار جالب، این رولکس هست، البته طلاه و اغربش مثل فرفره میگرده، دست به دست شده، خیلی هم جالبه و خلاصه یعنی احتیاج نداری صبر کنی 24 ساعته. یه نگاه کنی یه اینو بپیچونی سری میشه 24 ساعت. very beautiful. اینو داریم خلاصه رولکس و یه انگشتر داریم 24 اعیار، بعضی موقع 32 اعیار و خیلی هویه. این اینجوری نگاه نکنین، نیم کیلو، یعنی وقتی که اینجوری میندازی بسیار بسیار هویه. خلاصه این هست و آقا این چیه؟ سنجاق کراوات. بله سنجاق کراوات داریم قربان، به اضافه سنجاق کراوات و خرابه. عذر میخوام، معذرت میخوام، ایشون این خرابه ولی چون استفاده شده ما خلاصه برای فروش گذاشتیم. خلاصه یک ساعت. بله غذا گذشته هم هست، غذا گذشته، بله غذا گذشته دست به دست شده، بسیار جالب. و یه سورپرایز هم داریم، حالا نمیخوام قیمت اینا رو بگم. سورپرایز داریم، این بچه رولکس، البته این انگشتر مال مادر زنمه ولی این یکی مال خواهر زنمه. اتفاقا خیلی انگشتر بسیار خوبیه با ساعت. بله سرویس کامل قربان، سرویس کامل با باتروم میاد، فقط جکوزی نمیاد باهاش. پرابلم همینجا اینه. ولی این ساعت کوچیک و این ساعت رولکس و این انگشتر نیم کیلویی، همه اینا خیلی ارزون، فقط $24,000. خیلی متشکرم. پس حالا منتظر تلفناتون هستیم که اولین تلفن انشالله میگیریم ببینیم کی میخواد بهمون کمک کنه. خب آقای اورنگ، بله اعلام میکنم این مجسمه چنده؟ مجسمه چنده؟ بله بله. کدوم مجسمه؟ این مجسمه؟ بله بله. اون چند؟ والا این 99 سنت. 99 سنت. 99 سنت؟ آره دیگه نوشته 99 سنت استور. عزیز اون رو از دانمارک آوردن. $800 قیمت. معذرت میخوام قربان، $800. $800 فروخته شد. سو عجب برنامه ایه. وندرفول. پس منتظر تلفناتون هستیم برای. اعلام کردن کتتون چنده؟ کت من چنده؟ این کتم؟ بله بله بله. بابا من که نمیتونم این کتو بفروشم. بگید $1,000 فروخته شد. برش بیار فروخته شد. همین سادگی. آقا پس این ساعت ها چی؟ خانم آقای ما ساعت داریم برای فروش. این ساعت ها کیلوییه، خیلی هم رولکس. آقا اعلام کن برای حمایت و کمک. بله برای حمایت و کمک خواهش میکنم اعلام کنین، بفرمایین. آقا از قضیه که برام میزنید دادن کت کراواتشو کت فروخته شده. بله بله. سو شلوار کیو میخوان آقا؟ شلوار کیو میخوان؟ شلوار. عجب جایی. از قزوین زنگ زدن شلوار. از قزوین؟ بله بله. واسه ببینیم. ای واسه چیکار داری میکنی؟ وا آقا ما اینجا مشتی برنامه هستیم که نو کلتن. مال استودیو. مال استودیوه؟ مال تلویزیونه. اوکی. هموطنان عزیز خواهش میکنم زنگ بزنیم برای این ساعت ها بسیار. این کراوات فروخته شد $2,500. نه دیگه اینا من نمیدونم. آخه بابا این داستان داره به خدا. من نمیتونم پیرنم بدم. بابا مجری این برنامه کیه؟ رئیس اینجا کیه؟ اشکال نداره. بده بره. کی بذار بره؟ من دارم خفه میکنم. بابا ما ساعت می‌خواستیم بفروشیم، عجب گیر افتادیم. داستانش هم داره. بابا یارم کراوات. عجب گیر افتادیم. هموطنان عزیز بابا دیگه من پیرنم نمیدم که. بابا من پیرن نمیدم که. آخه این داستان داره، من نمیتونم پیرنمو بدم که. خب بابا من نمیتونم. بابا من این پیرن داستان داره، من نمیتونم پیرنمو بدم که. ببین به خدا این لباس من نیست. اینو زنم به من داده بود که ببرم.
بابا این زنم به من داده بود من ببرم اتوشویی، یادم میره گفت این لباس تنت بپوش که دیگه اتوشویی ببری بندازی، چون یادم میره زنم اینو من عجب گیری افتادیم ما. از قرغاز دانمارک کلاه فروخته شد. کلاه؟ چه کلاه؟ آقا اینو من نمیدم. بابا اصلا من کچل آخه نمیخواستم من جلو هموطن عزیز. خلاصه برنامه بسیار بسیار جالبی برای شما تهیه دیدیم. خواهش میکنم در دقیقه تا 5 دقیقه دوست دارین این ساعت‌ها رو ما برای فروش داریم. ساعت‌های بسیار برنجام میزو خریدم. میزو خریدن؟ میزو بلند. میزو از کجا بخرم؟ واسه ببینم من که می‌خوام برم چیزی نپوشیدن. این چیکار کنم؟ اشکال نداره. گل باقالی. گل باقالی؟ گل باقالی؟ عجب گیری افتادی. بابا خب بله همه زنگ زدن تابلو رو میخوام. تابلو رو میخوام؟ نه دیگه تابلو نه. بچه‌ها تابلو. واسه ببینیم تابلو رو بده بابا. خب من چی بپوشم؟ همتون عزیز سلام عرض میکنم. برنامه شما شروع کنیم با یکی از ساعت‌های مختلف که داریم. اورنج زنگ زدم بک‌گراند رو میخوان از اورنج کانتی. بک‌گراند چیو؟ بک‌گراند پشتتو میخوام. ببین اصلا بیایم برنامه رو عوض کنیم. $1500 بک‌گراند فروخته. $1500. وندرفول. پس بک‌گراند بک‌گراند هم که فروخته شد. شلوارت فروخته شد $2500. بچه‌ها بگیرینش. وایسا